وزارت کورای داخلی تاجیکستان برخی تفصیلات صدمه مرگبار شب یکشنبه در شورای دوشنبه کلوب در حدود دهه سوغدیان در کنار شهر وحدت و همچنین نام 6 قربانی این صدمه را نشر کرد. به قول منبع شب 11 اپریل تخمینا ساعت 20:50 دقیقه راننده ماشین اوپل استرا خدایبردیف جمشید جان سال تولدش 1991 ساکن نویه واسه هنگام حرکت از سمت شهر وحدت به سمت شهر نورک در حدود دهه سوغدیان وحدت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به افت-ماشین بارکش تمغه کماز که تحت اداره راننده شریفوف سیدعلی سال تولدش 1983 ساکن نویه فرخور برخورده است. در نتیجه راننده اوپل و مسافران داخل آن شهروندان ذکرالله و سورنیسا سال تولدش 1976 ذکرالله و زهرا سال تولدش 2015 ساکنان شهر کولوب رحیموف ابراهیم علی خانویچ سال تولدش 1964 عبدیف عبیبالله بازارعلیویچ سال تولدش 1978 ساکنان جماعت دهات بلخ و نویه مومن‌آباد و مسافر دیگر مرد تخمینا 35-40 ساله شخصیتش نامعلوم جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. گفته می شود در گزارش وزارت کارهای داخله کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که ماشین اوپل در سوغدیان با یک دولان برخورده است. تنها در 3 روز اخیر از 10 تا 12 اپریل بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان دست کم 9 نفر به هلاکت رسیدند.